افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام شیرینکانی بیبی. انا باز وقتی افسانه خوانی رسید. امشب من به شما از کتاب افسانه های خلق تاجیک افسانه عجایبی دوست جانی، نانی و زبانی را میخوانم. آماده؟ بود نبود سوداگری بود، بای و بدولت بود. پسر داشت جوانی زنده دلی جورباز. روز پسر پیش پدرش نشست و از او پرسید: پدری بزرگوارم، میبینم که شما فقط 2-3 نفر دوست دارید و خلاص. مرحمت کرده گویید برای چی اینقدر کم؟ پدرش گفت: ای پسر جان، دوستی حقیقی همین قدر می شود، از 2-3 نفر زیاد نمی شوند. پسرش باور نکرده پرسید: این خیلی باشد پدر جان، برای چی 100 دوست کمو 1 دشمن زیاد گفتند؟ پدرش گفت: درست پسرم، دوست هر چقدر زیاد باشد همون قدر بهتر، لیکن پسرم نه هر کس که ما دوست گمان میکنیم میتواند دوستی حقیقی باشد. پسر خود را تعریف کرد: الحال من پدر جان 40 نفر جوره دارم، همه‌شان دوست جانی. پدرش پرسید: پسرم، تو میدونی دوست جانی چی معنا دارد؟ پسر گفت: میدانم پدر، دوست جانی اگر لازم شود جانش را برای دوست دریغ نمیدارد. پدر باز پرسید: تو باور داری که همان 40 جورت دوست های جانی اند؟ باور دارم، گفت پسر. پدر با او مصلحت داد: این خیلی باشد، سنجیده بین پسرم و برای خود معین کن که از آن 40 نفر کدام دوستی جانی و کدام دوستی نانی و کدام دوستی زبانی است. پسر به فکر رفت و روز دیگر اولی شب به خانه یکی از دوستانش رفته دروازه حولی او را تق تق زد. دوستش برآمد. پسری سوداگر اسبش را که 1 جوال بر بالایش بود نشان داده گفت: دوستی عزیزم، من 1 دشمنی قتال داشتم، از دست او جانم در خطر بود، مجبور شدم او را بکشم. انا جسدش در بالای اسب، با من یاری ده آن را نیست کنم تا کسی نفهمد که من دست به کشتار زدم. آخر تو دوست جانی من کو؟ دوستش هراسید. جوره جان التجا میکنم، گفت او، من خودت میدانی زن و فرزند، پدر و مادر پیر دارم، به این کاری خفناک همراه شدنم خطاست. پسری سوداگر از 38 جورش همین مانند جواب شنید. فقط 2 نفر، یکی بی جرأتانه و دیگر با جرأتی تمام گفتند که تیارند به او یاری دهند. آنی که با جرأتی تمام راضی شد، دروازه حولیش را کلان گشاده از جلب اسب جورش گرفته فرمود: جوره جان، درآ به حوله، ما حاضر جسد این دشمن جانت را زیر خاک میکنیم، نه پای میماند و نه حیدر. یگان جاندار خبردار نمیشود. آخر من دوستی تو هم. به حولی در آمدند.
باری خونالود را از بالای اسب فراوردند. صاحب حولی از پای کلند رفتنی شده بود که پسر سوداگر گفت: دوستم، بیا اول جسد را بیرون کشیم. جسد را بیرون کشیدند. صاحب حولی گوشت گوسفند سربریده را دیده حیران شد و گفت: دوستم، این کاری تو چی معنا دارد؟ چرا به من دروغ گفتی؟ مگر دوست به دوست دروغ میگوید مگر؟ پسر سوداگر گفت که میخواست با این تدبیر چه خیلی دوست بودن جورش را بسنجد. معلوم می شود که تو دوست جانی بوده ای، گفت او به جورش. برای من جانت را به خطر مانندنی شدی. من هم اگر به جای تو می بودم دوستم همین خیل می کردم. بعد دوست های جانی گوسفند را پوست کندند و یک دیگ کلان شوربا انداخته دسترخوان آراستند و آن 38 نفر جورشان را دعوت کرده به آن 38 نفر اصل واقعه را گفته دادند. آن 38 نفر فهمیدند که کدام کس دوست جانی است و کدام کس دوست نانی و یا زبانی است. سپس پسر سوداگر پیش پدرش آمده گفت: ای پدر، حق به جانب شماست. نه هر کس که تو دوستی به جان برابر میپنداری در واقع میتواند دوستی به جان برابر باشد. پسر سوداگر تا آن روزی که در قید حیات بود با آن 2 نفر انس گرفت و از فیض و برکت دوستی بهره ها برداشت. شما هم اصلکانی بیبی با دوستان خود دوستی نانی و زبانی نه، دوستی جانی باشید. آن همین بود اصلکانی بیبی، افسانه دوستی جانی، نانی و زبانی. بر یکایک شما خوابی خوش خواهانم. با شما بودم بیبی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی خوش. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتان شیرین برد